کی فکرشو میکرد که باید چش تو چش بشی تموم چشمای من؟ ببند دهنت، خودم میزنم دهنتا. اول زندگی اینقدر خشونت نیاز نیستا. زندگی؟ کدوم زندگی؟ حلقه میبینی تو دستم؟ تو حلقه میبینی؟ کجا؟ تو چشمام. نه حلقه ای نمیبینم. اشک ذوقه، حلقه زده تو چشمام به خاطر تو. بیا بریم تا کسی ما رو ندیده. آخرین بارت باشه این حرفو میزنی یا تازه میخوام اسمتو تتو بزنم پشت پلکام. آخه نداره که، بیا بریم پارتی جشنه. جسی میدونی تو تنها کسی هستی که منو درک میکنی. خوبیت میدونی چیه؟ نه جیغ جیغ میکنی، نه گرگر میکنی. فقط صبح زود بیدار میشی، اونم عادت کردم دیگه. جسی تو این دنیایی که همه زوجن من فردم. چه جمله سنگینی گفتم، مگه تر زوج و فرده؟ یعنی تو میخوای با جسی تنها باشی؟ منو نمیبینی؟ چرا تو رو نمیبینم؟ ولی ما به درد هم نمیخوریم. چرا؟ من نمیتونم. مشکلش چیه آخه؟ ازم نخوا با تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی. هر مشکلی داری با هم حلش میکن. همین دیگه، همین باعث میشه که من مشکوک بشم. به چی مشکوکی؟ به همین دیگه به من پیشنهاد ازدواج میدی علنی. پیشنهاد ازدواج چیه؟ گفتم اگه حال میکنی بریم ما هم یه قهوه بزنیم. من اهل این قهوه بازی‌ها نیستم. اهل چی پس؟ اهل همین نزدیکی. برو بابا اسکول. فکر کرده من حولم. البته درست فکر کرده، دختر خوبیه، ولی من اصلا اهل این داستان نیستم. من میخوام مثل کفتر تنها باشم، یا مثلا مثل یاکریم باشم، اسکول ولی پر رو. زندگی چقدر سخت شده. خب چه ربطی داشت؟ هوا چقدر بد شده. هوا همیشه همینه دیگه. خب چی بگم؟ یه چی بگو من دوست داشته باشم. تو چی دوست داری؟ من عشق موتورم. هوندا. نه عزیزم، موتور سنگین. خب دیگه چی؟ دیگه زدیکس و شلوار شیرازی. خب پس ما خیلی چی؟ به درد هم میخوریم؟ نخوریم چی میشه؟ اون وقت اول خودم، بعد 6 تا داداشام. الکی نیستش که سر صحبت رو با من باز کردی، تا آخرش هم باید بیای. خب بله. الانم بیا بریم، جشن داره شروع میشه. خب از این بر یا از این بر؟ از این بر بریم. سلام علیکم. سلام. شرمنده میگم خجالتم روم بدی با. اسمت چیه؟ اسم من رکساست. رکسا. نو نداری؟ چرا بلند گفتم که خیلی هم نادارم. نه منظورم رکسانا مگه نی اسمت؟ شوخی بی‌مزه‌ای بود. اسمم رکساست. اسم منم علیه. علی خالی؟ نه خالی که نه. چراغ علیه، ولی خب زیاد اصراری ندارم که چراغ اولش باشه. شما سنتون زیاد نیست؟ به خاطر سیبیل میگی؟ جذبه گرفتی استاد؟ نه به خدا همینجوری گفتم. میگم بریم دوری با هم بزنیم. قول میدی سیبیلاتو بزنی؟ بریم اوکیه بریم. الحق که دانشجو استاد نداره، همتون حولید. یعنی تو گوشت تلخه. بچه‌ها اینو نگاه کنید. سلام. حامد چطوری مبینه؟ خودتی؟ آره خودم. چقدر عوضی شدی؟ چی؟ چقدر عوض شدی؟ خوب شدم؟ خیلی خوب شدی. دنداتو کامپوزیت کردی؟ آره رفتم کلینیک سر. 10 سال گارانتی داره. به نظرم بی‌نظیره. 10 سالم شکستگی و لب‌پری رو رایگان انجام میده. 10 ماه هم اقساط بدون بهره داره. 50% هم تخفیف داره. حالا ولش کن. خوب شدم؟ چی شد که این همه تغییر کردی حالا؟ کتابای دکتر امیرحسین مخبریان رو خوندم. خیلی تو روند زندگیم بهم کمک کرد. چه جالب. راجع به چی هست حالا کتابش؟ حالا بهت بیشتر توضیح میدم. بریم بشیم تو کافه با هم صحبت کنیم. ببین اومدی ولی خیلی دیر اومدی دیگه. چطور مگه؟ آخه من ازدواج کردم. ازدواج کردی؟ آره بعد تو منتظر من نموندی؟ ولی خب حالا دیگه اسم بچه‌مو گذاشتم حامد به یاد تو. بچه دار شو. این مایکروفر چه؟ حامد مامان بیا. سلام مامان.
بی شرف این دختر اسم دختر رو گذاشتی حامد؟ خب اب نداره دیگه، مهم اینه که بچه سالم اسمشو گذاشتم حامد. چقدرم خوشگله. خیلی آدم عوضی هستیم واقعا. من عذرخواهی می‌کنم همچین حرفایی به شما میزنم. واقعا بیشعوریم. حالا تو هم دیگه با این تیپ جدید امیدوارم خوشبخت شی دیگه. خدا به خاطر دختر ما رو خدمت بردی، دانشگاه آوردی، آخرم هیچ گیرت نیومد. داداش چیکار داری میکنی؟ الکی رفتی از نوکوبیدی ساختی. لطفاً خواهش میکنم نمک به زخم من نکن نپاشید. چه وضعشه؟ دارم میبینم. دوست عزیز لطفاً دعوا نکنین، در شأن و شخصیت شما نیست این کارا. به شما گوخوریش نیومده. عزیز من این طرز بیان برای شما مناسب نیست. شما فارغ التحصیل شدین. زر نزن بابا. عزیز من شما چرا تو صورتتون این نقاشی کشیدین؟ گوخوری؟ به نظر من این کار پسندیده ای نیست. بودو بابا بچه خوشیه. اومد میاد. میگم ایشون بچه خوشگل با من بودن؟ بله دیگه مگه غیر از اینه؟ شما علاوه بر بچه خوشگل تازه بوس کردنی هم هستی. آقا فشار زندگی داره بیداد میکنه، شرایط اقتصادی خیلی بد شده، اما چاره‌ای نداریم، باید به سمت جلو حرکت کنیم. اتفاقا ما هم زدیم دنده‌اش به سمت جلو حرکت. همین آقای مهدی تبریزی الان آمده یه لیسانسی گرفته ولی هیچی نشده. برادرش آقای حامد تبریزی قیافه شبیه آدمایی با شخصیت، یا اونم هیچی نشده. اما میخوام یه چیزی بهتون بگم راجع به آقای حمید شربتی. چشام. اینم هیچ پخی نشد. دوستان امیدوارم تو زندگی جدید هیچ وقت یه چشم تو چشتان نخوره. البته آقایان نمیگم، خانمای عزیز که همتون شماره ما دارید، کار داشتی زنگ بزنید، هر سوالی بود در هر ساعت از شبانه روز بود در خدمتتون هستم. حالا بریم برای جشن فارغ التحصیلی و بچه‌ها کلاهاتون رو پرت کنید هوا به سمت دوربین که یه عکسی با هم بگیریم. 3 2 1. عذرخواهی میکنم چشمای من عینکتون طبیه؟ عینک؟ آره من بچگی عینک داشتم. عینکم میتونم طبیه. ببینم؟ نگاه کن. به به شما تشریف بیارید اینجا. توف تو روزم بیاد کثافتا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نوشابه خوردم ببخشید. یه ورژن جدیدی از حامد تبریزی رو قرار از الان به بعد ببینید، نه تو کار زنگ آخر، کلا ریشا رو باد برد. خیلی هم خیلی وقت بود که میخواستم ریشامو بزنم دیگه، دلو زدم به دریا و زدیم رفت. و نمیدونم نظر بچه‌ها چیه راجع به ریشام، چون اصلا نظر بچه‌ها واسه من مهم نیست. خیلی خوشگل شده.
من به نظر خودم زندگی میکنم. نظر شما چیه؟ این دیالوگ واسه بعد وقتیه که میرینی. البته اینا رو می‌خوایم پخش کنیم. آره مشکل است. صدا ولی اینجاست. اونجا صحبت کنی صدات نمیاد. خب بگو. حامد میدونه زشت شده، میگه نظر بقیه مهم نیست. زشت نشدم که، متفاوت شدم. زشت نشده، همینه دیگه، بدون ریشه دیگه. این دیالوگو از دخترای میشنوی که چتری زدن بعدش میگن که خیلی بهم میاد. از اول بریم. کی فکرشو میکرد که با یه چش تو چش بشی تموم چشمای من؟ ادامه بدی خودم دهنتو میبندم ها. عزیزم اول زندگی اینقدر خشونت نیاز نیستا. ببین کدوم زندگی چیه؟ تو حلقه میبینی تو دستان؟ اوکی بگو از اول. کدوم زندگی؟ دیالوگا فرقی نداره. چی؟ تو فرق داره. اوی حامد اصلا نمیتونم اینجوری ببینم. آره بابا توجه نکن. کاری داشتی به مهدی بگو. Everyone want on you سانتزره. بابا اگه از این تریبون منو میبینی همی بچهای مردم، ببین بچهای مردم حق والده به من افتخار کن. خفه شو بابا. ببین تو تنها همدم منی. میدونی خوبی تو چیه؟ اینه که برو بابا اسکل. همین؟ من حولم اصلا من اینطور نیست. اصلا اینطور نیست. در کنار یکی از بزرگان و خفنهای سینما و موسیقی ایران هستیم. میخواد یه ترانه 2-3 بیتی برامون بخونه. بفرمایید. عزیزم روی عکس رمان مشکی کشیدم دیگه بعد تو اصولی هیچ عشقی نمیشم. امشب عروسی تو به تبریک میگم دیگه مهم نیست که واسه چقدر تحقیر میشم. به مرسی. حالا یه داداش قیمت لباسا در پایین تا بالا میگی؟ کفش 500. خب شلوار 1500. بله اینم که هدیه آقا حامده. به مرسی داداش خیلی کلا. من بگم که تو چشمات چی باید بگم؟ بگی نه نمیبینم چی. کی فکرشو میکرد که با یه چش تو چش بشی تموم چشمای من؟ ببند دهنت، خودم میزنم دهنتا. اول زندگی اینقدر خشونت نیاز نیستا. اول زندگی چه زندگی؟ حلقه میبینی تو دستم؟ تو حلقه میبینی؟ کجا؟ تو چشمام. یادم رفت. بعد میگفتی نه نمیبینم. چی الان باید بگم؟ من دارم دیالوگامو حفظ میکنم، هی میایم وسطش. از من خودتون رو معرفی کن. به نام خدا مهدی تبریزی هستم. 16 سالم بود به دنیا اومدم. مشوق اصلی به دنیا اومدن مادر بزرگم بود. کارتون چیه؟ هیچ موقع ایشونو ندیدم. بیکار هستم. با دایم کار میکنم. ببخشید. هدف از زندگی رسیدم به کمال. 300 میلیون میخواد. چی 300 دلار 129 تومان 300 میلیون میخواد. پیجش رفته. برای پیجش مثل این چیز. دوستان عزیز بالاخره فصل 5 سریال زنگ آخرم تموم شد. خیلی پروژه سنگینی بود، خیلی. یعنی تو تابستون که از گرما مردیم، الانم که تو سرما اومدیم قسمت آخر رو بگیریم. ایشالله که دوستش داشته باشید، کلی حمایت کنید، بتره کنید، چون خیلی سختی کشیدیم فقط برای اینکه لبخند رو لباتون بیاریم. خیلی دوستتون دارم. ببین الان تو دستمه صداش خشخش نمیکنه؟ صدا اوکیه؟ این تو دستمه؟ الان این یه متر فاصله است. علی غفاری زاده آقا معلم اینجا عاشق یه خانومی شده، داره مثلا مخش رو میزنه. چرا بلند گفتم که خیلی هم ندارم. نه منظور اینه که مثلا رخصانو مگه شوخی بی‌مزه. اسم منم علیه. علی خالی؟ نه چراغ علیه، ولی خب زیاد اصراری ندارم که اون چراغ اولش باشه. شما سنتون زیاد نیست؟ به خاطر سیبیلو میگی؟ یه پر مرغ این عینا می‌ذاشتید خیلی خوب میشه. میگم این که تو این بازار اینستاگرام که هر کی میاد یه فوشی میده 30 میلیون ویو میگیره، بیای کار پر جمعیت پر آفیشی که مثلا 20 روز واسه یه کار 25 روز آفیش کنی، بچه‌ها رو زحمت بکشن تشریف بیارن کارو جمع بکنی، آخر سرم ویو پایینی بگیره، این میشه عشق و علاقه. این میشه واقعا 4 روز نخوابیدیم. امیدوارم اونایی که قدر هنر رو میدونن این کارو ببینن و لذت ببرن، چون واقعا کاریه که خیلی زحمت کشیده شد. شما خودتون میبینید دیگه. کار سینماییه واقعا در حد سینما زحمت کشیدیم. واقعا کار سختی بود، فقط حامد از پسش برمیاد. نه بچه‌ها همه خب به هر حال ما یه تیمی هستیم که کنار هم دیگه معنا پیدا میکنیم. خواستم بگم تو این بازار مجازی این روزای
اینستاگرام و حالا هر جایی که بچه‌ها دارن تولید محتوا میکنن دمشون گرم، با 4 تا فوش دادن 20 میلیون 30 میلیون ویو میگیرن. ولی خب کار ما نمیدونم، ریشامو زدم اصلا تعادلم از دست دادم. میگی با هم حلش میکنیم، هر مشکلی داری با هم حلش. بعد این شعر است. آره. هر مشکلی داری با هم حلش میکنیم. بعد شعره بیا تو بگو چه مشکلی داری اول، بعد من میگم که اینجوری تو بگو که هر مشکلی با هم حلش میکنیم. همین دیگه. همین دیگه این مشکی شد. آفرین. گفتم اگه نباشه. اصلا صحبت نکنید خواهشاً. 3 2 1. جسی تو تنها کسی هستی که منو درک میکنی. میدونی خوبی چیه؟ نه جیغ جیغ میکنی، نه گرگر میکنی. ببخشید مردی همون ادامه شد. یعنی از اول تنها کسی هستی که منو درک میکنی. خوبیت میدونی چیه؟ نه جیغ جیغ میکنی، نه گرگر میکنی. فقط صبح زود بیدار میشی، اونم عادت کردم دیگه. جسی تو این دنیایی که همه زودن، من فردم. چه جمله سنگینی گفتم، مگه تر زوج و فرده؟ یعنی تو میخوای با جسی تنها باشی؟ منو نمیبینی؟ چرا تو رو نمیبینم؟ ولی ما به درد هم نمیخوریم. چرا؟ من نمیتونم. مشکلش چیه آخه؟ ازم نخوا با تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی. هر مشکلی داری با هم حلش میکنی. همین دیگه باعث میشه من مشکوک. به چی مشکوکی؟ به همین که به من پیشنهاد ازدواج دادی. پیشنهاد ازدواج چیه؟ گفتم اگه حال میکنی بریم ما هم یه قهوه بزنیم. من اهل این قهوه بازی ها نیستم. اهل چی پس؟ اهل همین نزدیکی. برو بابا اسکل. بابا چون هرچی میگم راحت میزنی. خب شاید دیدن اشتباه شده. وایسا بیا یه بار بگو. خیلی عوض. یه لحظه بریم اینجا بیاین. الکی نیستش که سر ولی صحبت خودمونا با من داداشات بازم بهتره. اون بابات بازم گیر من نیفته خیلی سخته. آره شانس به بیاریم. خداتون اون 6 ننتون اون 6 تا اصلا خیلی وضعیت خیلی بدیه. میدونم چیه. بریم جشن. چونی گرفتی؟ دیالوگ اما تک برداشت گفتم. دیالوگ نبود، مونولوگ بود. گفتم تموم شد. تمام ایزی تمام. میگم بچه‌ها درس بخونید. عاقبت درس نخوندن میشه من. درسته کل ایران منو میشناسن ولی هیچ بانکی منو راه نمیده. سیاه‌سفیدش کن سوکسماست. در خدمت یکی از بزرگان چه کاری؟ بازیگری، هنری. بزرگان بازیگری، هنروری و تمامی سیستم‌های دوربینی هستیم. خودتون رو معرفی کنید. جواد آقا جمالی هستم. بله. و بهترین حرفتون توی چه قسمتیه؟ بازیگری و نقش و خب یه هنرنمایی از خودتون میکنید توی 10 ثانیه. چی بگم؟ یه کاری بکن، لازم شیرین کاری هرچی. عشقم. عالی بودی. مرسی. خداحافظ. آقای پاشایی بیا وایسا دیگه. دیر نیومدم، رفتم خودمو تغییر اصلاح. بچه‌ها داره صدا میگیره، چطوری میشه؟ با چه حرفی دارین؟ از کتاب بریم. ازدواج کردی؟ تو منتظر من نموندی؟ نه دیگه بعد تو ازدواج کردم، ولی اسم بچه‌مو گذاشتم حامد به یاد تو. بچه دارم شدی؟ بی شرف این دختر اسم دختر رو گذاشتی حامد؟ آره حامد مامان بیا تو گذاشتم اسمشو. برای من؟ سه ما نخور بابا. به خاطر دختر ما رو خدمت بردی، دانشگاه آوردی، آخرم هیچ گیرت نیومد. وایس صدا افتاد. شما علاوه بر بچه خوشگل تازه پوست کردنی هم هستی. بیا حالا یه بوس بده. ما سال دوا دست جمعی رفته بودیم زیاد. در حال جابجایی یک سری وسیله هستیم اینجا. آیفی مرو جابجایی، یعنی اینا همشون جابجاییه. ما جابجایی داریم میکنیم. کیک تولد بیبه عیده. کنیم باید به سمت جلو حرکت کنیم.
میگه به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است. علی آقا خدا قوت، تشریف میاری؟ آخرین سکانس پلان سریال زنگ آخر رو گرفتیم، تموم شد. علی آقا از فصل اول میتونیم بگیم نقش اول کار ما بود و افتخاری بوده برای آقا معلم ما شد فرمانده ما تو فصل 3. تو این فصل هم که شد استاد دانشگاه. مرسی که نمک کار ما رو خیلی شدید و بیش از اندازه کردی. لنگر کار ما بودی. دمت گرم. درس پس دادیم. سلامت. مرسی که تا این لحظه ما رو نگاه کردین و تموم شد کار، تموم شد. امیدوارم که تونسته باشیم لبخندی به روی لبای شما آورده باشیم و خیلی مخلصم. کوچیک همتون حامد تبریزی. خداحافظ. کلینیک سرو. زنگ آخر دلم تنگ تو میشه، میدونم بعد کلاسا که بیام برسم پیشت. آخه دنیا رو بدن هیچکی برام مثل تو نمیشه. بیا عاشقی کنیم با هم دور بشیم که چیشه. نمره 20 کلاس رو میگیرم واسه دوست داشتن تو، حتی تو دانشگاه میرم. واسه خاطر تو هر جمعی من عمرن نمیرم. کنار خودت میارزه پیش تارون میگیرم. زنگ آخر ولی تو جونم قدر تو میدونم. تا دنیاست عزیزم پای تو میمونم. ولی تو جونم قدر تو میدونم. تا دنیاست عزیزم پای تو میمونم. پای تو میمونم.